رویاه دیگه. رویا تو با شلوار کردی اون شاید میکنی که رنگ رو ترکیب کنه برای این اتاق. با شراب خوردی بره توی تو من کد شراب اومدم تو حرمه کبوترها تو کیش بدم چطور بسته اسم هم دیگر خانانه مذهبی نیست. بچه این هنوز یه دسته خب دست اوله و زیر کار بود باشه. آره بعد مهم نیست. حبیبی بگو که لطفا این دست اول و قرار بهتر بشه از این فاجعه‌ای که قرار بدتر از این بشه. این هم اولشه. راند 2 استایل جارو سقفی، شلوار کردی، جوراب و دمپایی که ست شده با برو بالا. همیشه یه چیز اختراع جدید داره محمد بچه ها. همیشه میبینید که نه اختراع اصلا الان من واقعا به ذهنم نمیرسید که میتونیم از جارو سقفی به عنوان دسته قلتک استفاده کنیم. اون نوه داریم بریم. خب چسب بزن اول. چسب بزن. چسب بزن محمد. از علایقت بگو حبیبی. به نام خدا فرستم. در از بس رنگ بکنم. دست یکی آستر زیرشه. یکی هم دست دوم بعد از اینکه خوش شد از اینجا مثلا شروع میکنیم رنگ میزنیم و بچرخیم دوباره بمیریم. رنگ پلاستیک اینطوری رنگ روغن باشه یه اصول میشه خوش باشه. رنگ پلاستیک با این مردک‌ها همه انسان‌های مبتدی میتونن بزنن. انسان‌های اولیه. برای رنگ روغن رو بعد یکم تخصصی تر چون با قلتک دیگه نمیشه بعد با برای هر متر چقدر رنگ میخواد؟ برای یه اتاق 3 درجه رو بخواید مرتب بزنید تمیز در بیاد اما یه 4 لیتری نیاز داره. بعد اولش که رنگو میخری اینطوری با آب باید ترکیبش کنی آره؟ رنگ پلاستیک با آب رنگ روغن با تینر رو بنزین رو میاد. ولی هر جا بریزه لباس اینا بهش میگه. به به عالی پرفکت. کودکان خدا بعد از کثیفی لباس‌ها و منزل مورد ضرب شد قرار می‌گیرن. میگم آدم این چیزا تو ذهنش میمونه. مثلا چی؟ برای که
حالت طرف مقابل توجیه میکنه بیشتر تو ذهنش میمونه. همین الان هزینه‌اش اندازه دیگه رستوران رفتن هم نباشه. وقتی که می‌ذاری خاطر آدم میمونه. دست درد نکنی. خب بچه ها الان ساعت 10 و ما تا این مرحله پیش رفتیم. خسته نباشی پهلوان. قربونه. Little love. I'm a broken ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when I'm a broken ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when I'm in the pillows, feeling fine and then getting sicker. There you were, but where was I? Just hold me close, baby, hold me. کامپلت چیزه تو این کشو میخوام همه پالت ها رو بذارم. حالا به ترتیب میچینم. تمام شد. محمد بله. از این که همسر هنرمندایی چه حسی داری؟ حس خوشحالی. بیشتر توضیح بده حالا. حس خیلی خوبیه در کنار انسانی هنرمند با روح زلال زندگی کرد. با وسیله های زیاد با اتاق حیوانات همیشه. شمس تو اتاق حاله. این حجم آشغالاییه که توی اتاق من بود. لاک خوب. I'm a ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when hand over 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 hand little love over hand over hand over hand little love over hand. I'm a broken ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when I'm a broken ship without a sail, and nothing really seems to work. So I need you to hold me like when